من این مهمونی اوکی کردم، فقط به اینا گفتم ما 81. خب حرف مفت زده دیگه. اگه یکی دو سال این برنامه کنیم میتونیم کارو جمع کنیم. هر سری دو نسل جابجا میکنیم و لو میریم کوهنسان و میانسان وسط مهمونی. بعد توجه کردیم ما دیگه جمع همراهی نمیکنیم، ما داریم جمع دنبال میکنیم، ما داریم آویزون میشیم اینا ما رو ببرن مهمونی. با دغل و حیله و نیرنگ که دیگه نمیشه رفت مهمونی. من اصلا لباس کوتاه دیگه نمیتونم بپوشم. من یه ذره سرما میخوره ساقم تا 3 روز افتادم. تو نیم تنه بپوش. نیم تنم نمیتونم، از این شکمبندای پشم شتر میبندم چون یه ذره که باد میخوره به 4 ستون بدنم لرزم میگیره میافتم. لباس متفاوت بپوش. لباس متفاوت بپوشیم ولی دیگه لباسای شخصیتای کارتونی رو نپوشیم. این احمق در میشیم. زیاد اصرار نداشته باشیم که سنمون پایینه. بعد اصلا ما 2 جرعه مینوشیم خواب ما رو فرا میگیره. من سری پیشم که همراهی میکردم یه تیکه به نبات گوشه لپم بود. بیشتر چیزی ما رو زنگ میزنه مدل موهای تو این سنت رفته بالا کم پوش شده، اصرار به پوش داری، یکم که میرقصی عرق میکنی، پوشا میاد بیرون انگار یه لونه کفتن اون وسط داره میرقصه. میخوای سنت بیاد پایین پستیج چتری بذار. ما عروسکی میبندم. با این قیافه فقط میتونی عروسک آنابل باشی. و اصلا دیگه به موزیک وصل نشی.